مسیریابی در گذشته‌های دور به روش‌ها و تکنیک‌های مختلفی انجام می‌شد که بسته به زمان، مکان و منابع در دسترس متفاوت بود. در زیر به برخی از این روش‌ها اشاره می‌کنم. 1. استفاده از ستاره‌ها. در شب مردم از ستاره‌ها و سیارات برای جهت‌یابی استفاده می‌کردند. ستاره قطبی در نیمکره شمالی به عنوان نقطه مرجع مهمی برای تعیین جهت شمال شناخته میشه. 2. نقشه کشی. در برخی از فرهنگ‌ها نقشه‌های ساده‌ای بر روی پوست حیوانات یا درختان رسم می‌شد که نماینگر مسیرها و مکان‌های مهم. 3. علامت‌گذاری‌های طبیعی. مردم از ویژگی‌های طبیعی مانند کوه‌ها، رودخانه‌ها و درختان بزرگ برای تعیین مسیر استفاده می‌کردند. 4. تجربه و دانش محلی. نسل‌های قبلی تجربیات خود را به نسل‌های بعدی منتقل می‌کردند و این دانش محلی به افراد کمک می‌کرد تا مسیرهای امن و کارآمد را پیدا کنند. 5. حیوانات. در برخی فرهنگ‌ها از حیوانات مانند پرندگان برای تشخیص مسیرها استفاده می‌شد. به عنوان مثال، پرندگان معمولاً به سمت آب و غذا پرواز می‌کردند و این می‌توانست به عنوان نشانه برای مسیریابی باشد. 6. ابزارهای ابتدایی. در تمدن‌های باستانی از ساعت‌های آفتابی و قطب‌نماهای ابتدایی برای جهت‌یابی استفاده می‌کردند.